انواع بیماری‌های گندم. زنگ سیاه. علائم بیماری زنگ سیاه ابتدا به صورت تاول‌های باریک، دراز، موازی با محور طولی ساقه، برگ یا غلاف برگ ظاهر می‌گردد. زنگ زرد. زنگ زرد یکی از خطرناکترین بیماری‌های غلات در ایران است که بیش از زنگ‌های دیگر در گندم شیوع دارد. سیاهک پاکوتاه. این بیماری سبب کاهش رشد و کوتولگی بوته و خوشه می شود. غالباً این بیماری در مناطق سردسیر بر روی گندم‌های زمستانه که مدت زیادی زیر پوشش برف هستند انتشار می یابد. سیاهک ساقه یا برگ گندم. این قارچ هر ساله بقای خود را روی بذرها حفظ می کند. قوه نامیه این قارچ تا 4 سال بر روی بذر و 1 سال درون خاک می ماند. بیماری فوزاریوم سنبله گندم. این بیماری با نام‌های بلایت سنبله، بادزدگی و سفید شدن خوشه نیز شناسایی می شود و بر روی کلیه غلات دانه نیز دیده می شود. بیشترین آلودگی به این بیماری در خوشه‌های نارس است که باعث می شود یک سنبلچه یا تمام خوشه سفید شود. بیماری سفیدک سطحی گندم. این بیماری بیشتر در نواحی مرطوب شیوع دارد. علائم این بیماری به صورت لکه‌های کوچک و پراکنده و به رنگ سفید بر روی اندام‌های هوایی گیاهان ظاهر می‌شود. بیماری پاخوره ریشه گندم. این بیماری جزو بیماری‌های ریشه، توقه و ساقه است. در نتیجه آلودگی زیاد، بوته گیاه و خوشه‌ها سفید و نارس می‌شود. ساقه‌های بیمار ضعیف و ممکن است کج شده و بر روی زمین بیفتد.